والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك يا منان يا ديان يا غفور يا ودود يا رحمن والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك يا الحمد يا نعمة يا أحد يا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك يا الحمد يا نعمة يا حليم يا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك. لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قرض بانک و تجارت، درستی نظارت، طرز حلال شفا، همکاری وعده وفا، احکام هجرت سفر طبق شریعت نظر، این همه در برنامه ترازوی عمل. بسم
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تمام هموطنان عزیزی که در هر گوشه و کنار دنیا بنده را میبینید یا برنامه های ما را پیگیری میکنید، امروز همراه شما یک روز پیش از روز عرفه، یک روز پیش از بزرگترین روزهای سال در این برنامه اشتراک داریم و چون عید نزدیک است عزیزان، بنده خواستم همراه شما درباره سنت های عید قربان و این چنین بدعت و خرافات های عید صحبت داشته باشم. پیش از همه باید شکرانه الله یگانه کنیم که مایان را از جمله نفران گردانید که به این روز رسیدیم و می توانیم فردا با عبادت روز عرفه و پس فردا با قربانی کردن و دیگر عملهای صالح این روز رضایت پروردگار را انشاءالله به دست آوریم. چقدر انسان‌هایی هستند که آرزو میکنن یک روز عرفه در دنیا باشند و از نعمت و از فضیلت این روز برخوردار شوند، ولی الان در قید حیات نیستند. و چقدر انسان‌های دیگری هم هستند که پروردگار برایشان توفیق هدایت را نداده است به سبب خطاگی یا اینکه و آنکه خود پروردگار میداند که لایق و سزاوار نیستند و به جای اینکه این روزها را با طاعت و عبادت و اعمال خیر گذرانند، با لغو و با بیهودگویی و با گناه دارند سپری میکنند. ولی شکر الله که ما و شما از جمله بنده هایی هستیم که این روزها را انتظار بودیم و کوشش داریم که با عملکرد صالح این روزها را سپری کنیم. چون گپ درباره عید می رود عزیزان، وقتی درباره عیدها فکر میکنیم، عید شعار یا رمز یک ملت و یک دین می باشد و عید را یک چیز عادی هرگز قبول کرده نمی شود. یعنی عید رمز دین است و دین ما دو عید بزرگ دارد که با این دو عید شناخته شده است: عید اضحی، عید قربان که پس فردا دیگر مهمان ما می شود، و عید رمضان. و در هر دو این عید پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط هر دوی همین عید را اعتراف کردند، فقط اجازه دادن هر دوی همین عید همچون عید جشن شود و خودشان هم جشن گرفتند. در ما حدیث در ابو داود است که وقتی پیامبر صلی الله علیه و سلم به مدینه می آیند میبینند که مردم خرسندی دارند و وقتی میپرسند که چی است که اینقدر خرسندی دارند، آنها میگویند این دو روزه بود که ما در جاهلیت جشن میگرفتیم، الان هم داریم خرسندی میکنیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن ان الله قد ابدلکم بهما خیرا منهما عید الاضحی و عید الفطر. پروردگار برایتان بهتر از این را نصیب گردانید. شما بهتر از این عیدها را دارید: عید اضحی، عید قربان و عید رمضان. و وقتی به عیدها نگاه میکنیم عزیزان، عید ما، عید اسلام، پاکیزه ترین عیدها در کل دنیا هست. ببینید مایان عیدمان را با نماز شروع میکنیم. در عید فطر اگر با صدقه فطر دادن به کمبغلان، دل کمبغلان را برداشته کنیم یا خوشنودی را به قلب آنها داخل کنیم، در این عید قربان باشد با قربانی کردن حیوان و تقسیم کردن گوشت و محتاجان آنها را خاطرشان را بالیده میگردانیم. یعنی عید در مسلمان ها کمک کردن به هم دیگر است. عید در مسلمان ها نماز خواندن و شکر الله یگانه کردن و برای نعمتهایش به پروردگار شکرگزاری کردن است. ببینید که دیگران چگونه عیدشان را جشن میگیرند. عادی عیدهایی که در خود تاجیکستان، یعنی از خودمون اگر دور نرویم، ببینید در عید نوروز چقدر اسرافکاری ها، چقدر گناه ها، چقدر از مردم پول جمع کردن ها می شود. عید سال نو را که دیگر وصفش تمام نمی شود، از عرق نوشی شروع کرده تا رقاصه آوردن و تا 1001 بدبختی و گناه ها، حتی در صنف های پایانی. سال گذشته بود، شاید شمایان هم دیده باشید، صنف 7 و صنف 8 طرز سال نو را جشن می گرفتن که می گوید یک میدان فحش است. پناه به الله. یعنی دیگر عیدها هم در تمام دنیا، اگر عید مثلا از عیدهای دیگر ملت و دیگر نفرها رو ببینید، میبینید که تمام عیدشان با رقص و سرود و بد اخلاقی و آمیختگی زن و مردها دوام میدهند. اما در ما باشد عیدمون رو با عبادت و با یاد پروردگار شروع میکنیم و در داخل عید
به همدیگر کمک میکنیم، در داخل عید کمبغلان رو فراموش نمیکنیم و عید ما با آرامش جسمی و روانی بدون ضرر به کسی تمام می شود. و به نزدیکی بود یکی از عزیزان می گفت که ببینید در عید قربان و در عید رمضان کسی به هیچ کجا میلیسه و دیگر ناظر راه نمی گمارد، برای اون که همه جا با آرامی تمام می شود. اما ببینید به این عید کفار یا عیدهایی که غیر اسلامی هست، چه از سال نو باشد چه دیگر عیدها، همه جا پر از پلیس و همه جا پر از ناظران راه و نظارت کننده اخلاق و چیز دیگر می شود، چون که مردم در این عیدها دست به بد اخلاقی میزنند. اما دین ما چگونه که پاکیزه هست، عیدهایش هم پاکیزه می باشد، عیدهایش هم پاکیزه است و طبیعت سلیم آن را خیلی قبول دارد. پس بیاید امروز درباره سنت های عید، علل خصوص عید قربان صحبت داشته باشیم. سنت های در عید قربان هست که پیامبر کرده بودند و ما حتی زیاد از مردم ما درک هم ندارند که این چه سنت است و میخوام در این باره با هم صحبت داشته باشیم. و این چونین بعضی از خرافات هایی که به دین رابطه ندارد و عید رابطه ندارد و مایان جزء از عید کرده ایم. پیش از همه عید قربان با تکبیر شروع می شود، یعنی با صدای الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر و لله الحمد گفتن از یکم روز عرفه بعد از بامداد شروع می شود. و عزیزانی که در کشورهای عربی اسلامی زندگی کردن می دانند که کلی شهر و کلی مملکت را صدای بلندگویک از مساجد در آخرین روز عید رمضان و در صبح روز عرفه دیگر فرا میگیرد که همه جا با جرنگاس الله اکبر دیگر فضای عیدانه می شود. و چگونه که پروردگار میگوید واذکروا الله فی ایام معدودات، شما در این روزها پروردگار را یاد کنید، در نزد 4 مذهب، در نزد مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم سنت مؤکده است که ما از روز عرفه و 4 روز عید بعد از هر یک نماز الله اکبر گوییم. و بعضی از یعنی جمهور علما میگویند این رو باید با صدای بلند گفت، برای اون که صحابه ها با صدای بلند میگفتند باید با صدای بلند گفته شود، اگرچه در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه پایان گفتن هم میشود یا که بلند و پایان فرق نمیکنه. ببینید که آیا الله اکبر رو با صدای بلند در کشورهای نام مسلمانی ما میشنویم یا نه؟ این فضای عیدانه رو میشنویم یا نه؟ موسیقی و هزار و یک درد و بلا در دیگر عیدها صدا میزند، کسی کاری ندارد، اما با بلندگویک اگر 4 روز پی در پی پس از هر یک نماز، این سنت مؤکده که در خود مذهب ما، در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه هم سنت است، اجرا شود. ببینید چی میشده باشد که هرگز من خود بنده تا 18 سالگی اگر در تاجیکستان باشم این سنت رو حتی نشنیدم ندیدم. ولی اگر در مساجد گفته نمی شود، خودی هر یک نمازگزار گفتن از سنت مؤکد است. یعنی من و شما فردا از نماز بامداد شروع کرده، بعد از هر یک نماز چگونه که بعد از نماز مثلا استغفر الله میگیم یا تسبیح میگیم الله اکبر لا اله الا الله و الله اکبر و لله الحمد باید بگوییم که خیلی گفتم سنتی هست که باید با صدای بلند گفته شود در همه مساجدها. اما این سنت رو از ترس اینکه الله اکبر همه جا رو فرا نگیرد شاید از بین بردن. سنت دیگری عید غسل کرده به نماز عید رفتن است که پیامبر صلی الله علیه و سلم چگونه که پیش از نماز جمعه غسل میکردن، شستشو میکردن پیش از نماز عید هم، که البته میدانید این فلسفه خاص خود را دارد، چون اسلام دین پاکیزگی هست. اسلام چگونه که به پاکیزگی قلب اهمیت میدهد، حتما به پاکیزگی جسم هم اهمیت میدهد که پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز عید و در روزهای جمعه غسل کردن سنت مؤکدشان است و غسل میکردن. و این چنین پوشیدن لباس بهترین، اگر نو نباشد هم پوشیدن لباس بهترین، زیرا پیامبر صلی الله علیه و سلم جامه خاصی داشتن که خیلی زیبا بود و در روزهای عید میپوشیدن. و چی خورد و چی کلان باشد لباس نو، اگر نو نباشد لباس خوشروی عیدانه پوشیدن هم سنت می باشد. اما زنها اگر به نماز عید روند تا می توانند باید لباس پوشند که زیب و زینت نباشد، یعنی رمزی آرایش نباشد، چگونه ای که می دانیم زیب و زینت آرایشی زن در نزد محرم و در خانه اش هست. و از سنت های دیگر عید عزیزان، در عید قربان
خوراک نخوردن تا وقت قربانی کردن است. یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم چیزی نخورده به نماز عید می رفتن، بعد از نماز عید می آمدند و قربانی می کردند و پیامبر همیشه قربانی کردند، یعنی هر سال قربانی می کردند و اولین خوراکشان در روز عید قربان گوشت قربانی بود. برای همین خوردن گوشت قربانی همچون اولین لقمه در روز عید این سنت است، یعنی سنت است که خیلی انسان با کردنش ثواب میگیرد. و البته رفتن به نماز عید که رفتن به نماز عید دیگر سنت نیست و این فرض می باشد. و این علما فرض کفایه است یا واجب است اختلاف است، ولی مثل سنت نیست و واجب است که حتما باید انجام شود. و نماز عید رو میدانیم عزیزان بین مذهب ها یکم اختلاف دارد کدام نمودش را خواندم انشاءالله درست است. و آنهایی که میگویند علاج نداریم که به نماز عید رویم، که در این باره خیلی زیاد خواهرانی که در مهاجرت هستند سوال کردند که شوهر من یا اهل عائله من در خیلی کنج از کنج‌های روسیه هست و از ما مسجد خیلی خیلی بعید است، چگونه میتوانیم نماز عید رویم؟ عزیزان در نزد تمام علما شما میتوانید اگر علاجی به مسجد رفتن نداشته باشید که اصلا فرضیتش رفته در مسجد خواندن است، اما علاج نداشته باشید همراه خویش و تبار او علوی در خانه همون گونه که امام میخواند، یعنی با 6 تکبیر زیادی در مذهب ابو حنیفه رحمت الله علیه 3 تکبیر زیادی در رکعت اول و رکعت دوم، یا اینکه مثل دیگر جمهور علما که 7 تکبیر الله اکبر الله اکبر الله اکبر در رکعت یکم و 5 تکبیر الله اکبر پیش از سوره فاتحه در رکعت دوم است. همین گونه، یعنی مثل اینکه امام در مسجد میخواند نماز میخواند. بعضی از علما میگویند نه شما 4 رکعت نماز عید عادی خوانید هم میشود، اما همون گونه که امام در مسجد میخواند که نماز عید را پیامبر این گونه همیشه خوانده بودن، البته این گونه خواندید بهتر و بهتر است. پس عزیزان نفرانی که علاج به مسجد رفتن ندارن، هیچ علاج ندارن، میتوانند در خانه بخوانند ان شاء الله. اما اساسا نماز عید مثل اینکه در جماعت پیامبر همیشه خواندند و در فضا، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم نماز عید را در داخل مسجد نخوانده بودند، در فضا، در جای گشاد، در بعضی مثلا کشورها در میدان فوتبال میخوانند. دیده باشید در مسکو هم شکر الله چند سال است که دیگر میدانهای وسیع را در اختیار مسلمان ها میدهند که مسلمان ها نماز عیدشان را تمام کنند. و اینجا یک فکری خیلی خیلی غلط هست، باز هم مجبور بشوم میگویم که در جامعه مرد سالاری ما که گویا نماز عید برای زنها مکروه باشد. نماز پنجگانه را که مکروه گفتند و دیگر در بلا مانده و زنها سال هاست که از مسجد محروم هستند. اینجا آمدن بعضی ها میگن نماز عید مکروه است، ولی مگر بیخبریم ببینیم به حدیثی که در صحیح بخاری هست، در دیگر کتاب های سنن هست، حدیث ام عطیه که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن حتی حیض، یعنی زنهایی که حایضه هستید و زنهایی که دخترک هایی که همیشه در کنج خانه هستید، شما هم به نماز عید برایید. زنهای حایضه چگونه به نماز میبرایند؟ پیامبر گفتن لیشهدن دعوت المسلمین، تا که دعای مسلمان ها را و ذکر و دیگر آن جماعه مسلمان ها را قوی کنند و شاهد شوند، ببینند همراه مسلمان ها در دعا باشند. و میدونیم که بعد از نماز عید دیگر خطبه خوانده می شود و دعا هست و برای همین پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی تمام زنها گفتن 1 تا نمانده به این نماز برایید. و وقتی زنها میگن که بعضی ها لباس عید ندارن یا لباس برای نماز عید ندارن، همون گونه که زن مسلمان باید خارج شود، پیامبر میگن از خواهرش بگیرد اما نماز رو اشتراک کنید. برای همین این نماز، یعنی نماز عید قربان و نماز عید فطر، برای زنها هم پیامبر گفتن برایید و نماز رو خوانید. اینجا بعضی علما میگن سنت مؤکد است برای زنها، بعضی میگن نه حتمی است، چون پیامبر گفتن زنهای حایضه هم برایید نماز خوانید گفتن. برای همین عزیزان بیایید وقتی حدیث صحیح در چشم ما بر علاوه و آشکار است، نگوییم که نماز عید برای زنها نیست. با کودکا با زنها در دیگر کشورهای مسلمانی همه در صبح به نماز عید میروند که میگویند عید با نماز زیبا است. و آمدن عید را ما در نماز احساس میکنیم. ببینید که سال هاست که زنهای ما در کشور و این چنین در کشورهای پسا شوروی
از این نماز و از این شعار و رمزی که پیامبر همه به آن درایت گفته بودن محروم هستند. در یاد دارید که کی زنهای ما به نماز عید رفته بودند، کی زنهای ما دعا و ذکر و خطبه نماز عید رو دیده بودن، مگر اینکه خواهرانی هستن که میگن به روسیه اومدیم و ما نماز عید چی هست فهمیدیم، بعضیا میگن به اروپا اومدیم و دیدیم که در داخل کشور مسلمانی نماز عید برای زنها تقریبا وجود ندارد و مردم خبر ندارن، در حالی که این چیز در حدیث مؤکدا آمده است و یعنی با یگان بهانه نمیشه و بگیم نه این گپ خطاست، برای زنها نماز وجود ندارد. و خیلی گفتم یکی اگر نتوانستند خواهرها و یا اینکه عائله ها روند میتوانند در خانه، چگونه که قول جمهور علما است برای اون که نماز عید دیگر خوانده شود در خانه بخوانند. یکی از سنت های دیگری عید عزیزان پیاده رفتن به نماز است، یعنی پای پیاده سوار نشده به ماشین یا چیزی دیگر که پیامبر صلی الله علیه و سلم تکبیر گویان پیاده می رفتند و پیاده می آمدند و راه را یعنی به طرف راست اگر رفتند در وقتی آمدن به این طرف راه می آمدن، یعنی راه رو تغییر می دادن، سمت راه رو تغییر می دادن که این هم سنت می باشد. و البته که از واجبات دیگری عید می دانیم قربانی هست که قربانی رو بعد از نماز عید میکنن. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن اولین چیزی که میکنیم نماز میخونیم، بعدم قربانی میکنیم در این روز عیدمون. بعد از این از گوشت قربانی با خش و تبار پخته میخورند و قسمش رو خیلی میدانیم خانه معطر و بیچاره و محتاجان میدهند. و از خرافات ها یا بدعت های محض برعلا در ما این است که زیادی ها علل خصوص آنهایی که عزادار هستند یا همون سال در خانهشان کسی فوتیده بود قربانیشان رو روز عرفه میکنن، یعنی برای اینکه سحری شربا آماده باشد و مردم بعد از نماز عید آماده اینجا فاتحه خوانند و خوراک خورند، قربانی رو یک روز پیش از عید میکنند که پیامبر صلی الله علیه و سلم حتی حدیث در بخاری است از نماز بامداد ببخشید از نماز عید پیشتر کسی که قربانی میکنن میگن اون گوشت عادی هست، اون قربانی که واجب است و ثواب دارد اون رو نمیگیری. برای همین قربانی عزیزان عبادت است، وقتی خودش رو دارد، صفتهای خودش رو دارد. قربانی رو کدام روز خواهی یک روز پیش از عید کنیم هم می شود، فرقش چی است؟ مقصد گوشت است، مقصد خون ریزانیدن است گفته نمی شود. چگونه که حج یا دیگر عبادت ها وقتی خود را دارد، قربانی هم وقتی خود را دارد و قربانی خیلی گفتم بعد از نماز عید می شود و پیش از نماز عید قربانی وجود ندارد. و روز عرفه کسی که قربانی کرد اصلا و قربانی حسابیده نمی شود که یکی از خیلی خیلی در این مسئله سهلنگاری کردن که گویا مشکل ندارد یک روز پیش قربانی کنیم هم می شود، بعدا قربانی کنیم هم می شود، یا سحری هنوز نماز عید رو نخوانده قربانی کنید تا مهمان ها بیاین، گویا که مقصد فقط خوردن گوشت و مهمانی است، در حالی که قربانی رو در وقتش باید انجام شد. و از واجبات عید است که کسایی که دارا هستن، البته نه نفرانی که قرضدار هستن یا شرایط ندارن، آنهایی که دارا هستند بعد از خواندن نماز عید قربانی میکنن. وقتش بعد از نماز عید شروع می شود، یکم روز عید، دوم روز عید، سوم روز عید و حتی چهارم روز عید تا وقت نماز شام. بعد که نماز شام نزدیک شد، یعنی تا بعد از عصر نزدیکی شام، دیگر وقت قربانی تمام می شود. و این مسئله ها یا گفتیم این واجبات و سنت های عید قربان بود. و البته که تبریک کردن در عید عزیزان، در مسئله تبریک کردن در عید در ما آثار صحابگان است که در عید قربان و عید فطر همدیگر را تبریک میکردند. تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال، پروردگار از ما و شما عملهای صالح را قبول کند. برای اینکه عید خیلی در اول برنامه گفتم ما با عملهای صالح عید میکنیم، یعنی عید ما فقط خوردن و خرسندی نه، ما نماز عید میخونیم. در عید اضحی یا در همین عید قربان میدونید مردم در حج هستند، فریضه حج رو انجام میدن. اونهایی که در خانه هستند میتوانند روزه عرفه را گیرند، میتوانند روزه 9 روز ذوالحجه رو گیرند. ما در عبادت پیوسته مشغول که هستیم، همدیگر رو پروردگار این عبادت های شما رو پروردگار قبول کند و عید رو مبارک گرداند گویان دعا میکنیم. و چیزی دیگر عزیزان این است که
یک گروه هستند، نمیدونم از کدام کتاب میخوانند، از کدام عالم گوش میکنند که هر چی باشد میگویند بدعت است. لباس نپوشیدن مگر دلیل دارد؟ در این لباس نپوشیدن بدعت است. خانه ها رو آراسته کردن در این بدعت است. اصلا پیامبر دسترخوان های خوش رو آماده میکردن، این هم بدعت است. یعنی همه چیز رو میارن بالای بدعت. در حالی که یک بار نگاه کنید، پیامبر صلی الله علیه و سلم در روز عید دایره زدن رو اجازه دادن که در اسلام دایره زدن فقط در توی اجازت است، آن هم برای اعلان نکاح، تا که همه بدانند که در این خانه توی هست و فلانی و فلانی ازدواج کرد. اما پیامبر صلی الله علیه و سلم در این اجازه داده بودند. حدیث در بخاری مسلم است، حدیثی که حضرت عایشه میگه. این چونین بنی ارفیده یا این پسر بچه هایی که در مسجد نوع بازی میکردن، یا گفتیم نمود برقص مانند است اما زیادی به ورزش مانند است که با شمشیر و با این اسباب ها بازی میکنند. وقتی آنها در مسجد این گونه در خرسندی بودند و حضرت عمر میگویند در مسجد چی کار دارید میکنید، اینجا جای عبادت است، پیامبر صلی الله علیه و آله میگویند به حالشان بمان روز عید است. بنی ارفیده رو به حالشان بمان روز عید است. پیامبر چیزهایی که یعنی اجازت نبود در عید اجازه دادن، برای همین آراسته کردن و خوشرو کردن خانه. نه اینکه تقلید به کفار است یا تقلید به دیگر آیین است، نه، به خاطر اینکه فضای خانه فضای عیدانه شود، کودک مسلمان حس کند، خوشحال شود از اینکه عید به خانه ما هم آمد. اسلام فقط دینی یاد آخرت و مرگ و قبرستان، اسلام پرسندی ها عیدهای خود را هم دارد، یعنی فضای عیدانه کردن و البته به قدر استطاعتت بدون ریا و بدون اسراف دسترخوان آماده کردن. اینها یگان تاش و بدعت نمیبرد. از خوشحالی ها خرسندی های مباهی عید است که این را نمیشود بگویم چرا این از کجای اسلام اومده است. برای اینکه اگر درست‌تر نگاه کنید، وقتی دایره زدن در عید اجازه باشد در خانه، چرا دسترخوان خوش را آراسته کردن یا عادی خانه ها را با زیب و زینت عیدانه آراسته کردن اجازت نباشد؟ و چیز دیگر عزیزان، می آیم به خرافات ها و بدعت ها در عید. خیلی بارها در این باره تاکید کردم و باز هم تاکید میکنم. عزیزان، دشمنان دین همیشه حرکت کردند و در حرکت هستند که اسلام روز خرسندی نداشته باشد. مسلمان ها با لباس سیاه و ماتم و عزاداری و قبرستان و روز قیامت همیشه آمیخته هستند. کسی در این دین میخواهد زندگی میکند خرسندی ندارد، گویان همین چیز رو میخواهند در ذهن مردم جای کنند. و وقتی میگه در توی اسلامی این گونه چیزها جایز است یا اینکه این گونه ما عید داریم، یکی بعضی دشمنان دین رو میبینید که دیگر چشمانشان از کاسخانه بیرون میشود که مگر ملاها هم این کارها رو میکنن، گویا که کار ملا فقط نزد قبرستان رفتن و یاد آخرت و دیگر چیزی نباشد. عیناً همین گونه دینی ما هم یعنی در ایدهای دینی ما هم خیلی که زیاده در این باره صحبت کرده بودیم، میبینید که چقدر بدعت هایی که آمیخته به عزاداری هست جاری کردن. اولا گویا که در روز عید تمام ارواح های مرده ها جمع می شده باشند و زنده می شده باشند و به خانه می آمده باشند و در آن خانه باید یاد مرده ها باشند. ارواح های 100 ساله حتی می آیند، ارواح های چند ساله دیگر خفه می شوند یا اینکه غمگین می شوند، خوشنودی رو نمی بینند اگر شما دسترخوان عیدانه برای مرده ها و فاتحه نکنید. یعنی این گونه فکرها هست، در حالی که خیلی گفتم آره پیامبر صلی الله علیه و سلم میگویند یاد مرگ قلب انسان رو طور زنده می کند که شما چی بودن دنیا رو درک کنید و اینقدر به خاطر دنیا به خود و به دیگران نجنگید. یاد مرگ در حقیقت ایمان یا گفتیم تصورات در قلب انسان جای می کند که هیچ چیز این گونه جای کردن نمی تواند. وقتی فکر میکنی که یک روز فقط با یک کفن سفید از خانه می روی، دیگر اینقدر برای خانه نمی سوزی، برای ماشین نمی سوزی، برای معاشت نمی سوزی، برای این و اون نمی سوزی، میگویی نه، هر چی دارم و هر کی دارم دست خالی یک روز می روم. یاد مرگ باید در مسلمان باشد، وگرنه انسان مرگ را فراموش کند دیگر خود را فراموش میکند، عاقبت آخرت خود را. اما نه در روز عید، نه در روز عید که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن روز خرسندی است، خوردن و نوشیدن و یاد الله هست. نه اینکه یاد مرگ را
همه روزها ما نمو بیاریم به روز عید قربان که سحری روز عید علل خصوص در طرف های خوجند و یعنی رایون های اطراف سوق میبینید که در سحری روز عید به نماز عید نرفته اولا نزد قبرها میروند. قبرستان روز عید پر از آدم می شود، چگونه که در عید نوروز و سال نو میدان های تفریحی پر از مردم می شود، در عید مسلمان ها قبرستان پر از آدم می شود که این گونه مسخره کردن دین، این گونه مسخره کردن عید دینی در یگان دولت نیست. در یگان دولتی یعنی مسلمانی غیر از دو سه کشورچه های مایده که خیلی گفتم پس و شوروی ما دیده نمی شود. تمامی باغ‌های تفریحی، تمام کوچه ها، تمام مکان هایی که خرسندی برای کودکان هست در روزهای عید اسلامی اگر پیدا شود، در ما قبرستان سحری جانی که قدم مونید. هرچی بر وقت باید به قبرستان رویم که مردم زیاد میشوند، جای قدم موندن نیست. گویان هم این رو میشنوید. چرا در نوروز یاد مرگ نمیکرده باشند که اون اسراف و رقص و بازی کم شود؟ چرا در سال نو یاد مرگ نمیکرده باشند که عرق نوشی و اون همه آلودگی ها کم شود؟ مخصوص روزی عید قربانی که اصلا گناه در داخلش نیست، اصلا عرق نوشی و رقص و بازی و حرام نیست، این رو هم میگن نه قبرستان روید و تمام روز. بعضی جایها هست که از روز عرفه دیگر مردم از این عزاخانه تا اون عزاخانه گشتن و برگشتن و این به کجای دین رابطه دارد؟ بدعت محض است. خلاف سخن پیامبر عمل کردن و دین رو به عزاداری تبدیل دادن که گویا که اسلام هیچ ایده ندارد. پس این رو گفته می توانیم که 100% از خرافات هایی هست که باید از بین برده شود و مردم برای این کوشش کنند، نه اینکه بیاید برای گذشتگان فاتحه بخوانید و دسترخوان ما بیاید برای فلان مرده. در سر دسترخوان انسان برای مرده فاتحه خواندن نمی رود. پیامبر در سر یگان دسترخوان برای مرده فاتحه نخوانده بودند. وقتی کسی میمیرد نماز جنازه خوانده می شود. در ظهر الغیب یعنی در نبودن دیگران خالصانه دعا کردن اجابت می شود. اما رفته یک کاسه شوربه خورده اونجا برای مرده دعا کردن عموما در دین در یگان جا آمدگی نیست که پیامبر سر دسترخوان فلانی رفتند و برای مرده هایش دعا کردند و برخستند. این چیز وجود ندارد. در حالی که در ما ببینید که دین رو انا همین گونه فقط نشان دادن. دین نباید به سیاست کاردار باشد، نباید به تویش کاردار باشد، دین نباید در داخل مکتب و مدارس جامعه ها باشد. دین فقط سر دسترخوان یک فاتحه کردن برای مرده ها هست که عید ما رو هم به همین چیز تبدیل دادن که عزیزان به این چیز باید هر کسی که میگوید من میخوام از منهج یا گفتیم طریقه پیامبر صلی الله علیه و سلم بروم، باید پیش این خرافات رو بگیرد که خیلی گفتم بعد این رو بکن ندارد. و البته خیلی گفتم روزی عرفه و جای روزه گرفتن و دعا کردن مشغول شدن که فردا به خانه فاتحه خوانی می آیند و فردا دیگر روزی نو کردن عزا هست و تماما عید رو فراموش کردن و باز عزا رو از نو کردن است که این تماما از خرافات های دین است. و چیزی دیگر عزیزان اینجا درباره عید وقتی صحبت میکنیم این رو باید بدانید که آمادگی برای عید، دسترخوان عیدانه، با خویش و تبار صله رحم را پیوست کردن، هدیه دادن تا که خوشحال شوند. هدیه دادن در همه وقت خوب است. تحد و تحب و هدیه دهید محبتتان زیاد می شود. در عید باز خرسندی ها رو زیاد می کند. اما برابری این عید و عبادت در ما یک جایه هست که خیلی گفتم پس از هر یک نماز باید تکبیر گفته شود، نماز عید فراموش نشود و این چونین تا اندازه یعنی دسترخوان ما آمادگی ما تا اندازه نباشد که فقط بریا ببرد و خود نمایی و امان از دست نفرانی که دسترخوان عید خود را به رکلام میگذارند. ببینید اینقدر خرید کردم اونقدر خرید کردم. مقصد از این چی باشد بجز ریاکاری؟ یعنی یک نفر میخواد دسترخوان عیدانه با خویش و تبار از ضیافت خوراک به خویش و تبار داد، چی لازم آن را به کل ملت
رکلام کردن و به همه درباره نرخ و نوا صحبت کردن، در حالی که به ریا میبرد که ریا یا خودنمایی برای مردم کاری را انجام دادن را پیامبر صلی الله علیه و سلم شرک اصغر میگویند. یعنی آن انسان را در قلبت اینقدر بالا میدانی که به خاطر او تو عملهای را انجام میدی. این بود عزیزان درباره خرافات ها و سنت ها در عید. و فراموش نکنیم که فردا روز عرفه است. پروردگار نصیبمان کند فردا را با روزه‌داری تمام کنیم. و چیزی دیگر این است که فکری خیلی غلط در اکثریت میگویند دهه ذوالحجه باید 10 روز روزه گیری، در حالی که دهه ذوالحجه عزیزان نامش دهه ذوالحجه 10مین روز عید است، اما روز 10 روز عید روزه گرفتن حرام است. پیامبر صلی الله علیه و سلم روزهای عید رو روزه گرفتنش رو منع کردن. مویان اگر روزه گرفته بودیم 9 روز روزه میگیریم و از همه مؤکدش، یعنی روزه‌ای که پیامبر درباره‌اش مخصوص حدیث گفتن که گناه های 1 سال پیش و 1 سال آینده رو کفاره میکند، روزه عرفه است. برای همین مبادا 10 روز رو هم پوره کنم. گویان روز عید روزه گرفتن این خلاف شریعت است و گناه است و 10 روز رو کاملا روزگیر آمدگی نیست. 9 روز ذوالحجه روزهای بزرگ سال است که هرچی عملی ثواب کردید ثوابش به کرات زیاد است، اما 10 روز حتما باید روزه گیرید، در جای نآمده است. و فردا چه خیلی گفتم روز عرفه است. فردا از صبح ما تکبیر رو شروع میکنیم با روزه گرفتن، با دعا کردن که پیامبر میگویند پروردگار در این روز به بنده ها نزدیک می شود همان گونه که لایق ذات و جلالش هست. فراموش دعا، یعنی دعا کردن رو هم نباید فردا فراموش کنیم که فردا روز اجابت دعاها هست. شاید دعاهایی که سالها انتظارش بودیم فردا با پیشکش کردن به درگاه پروردگار اجابت شود. برای همین عزیزان فردا روزه گرفتن و تکبیر گفتن و اینچنین تکبیر را تا 4 روز عید دوام دادن و البته دعا کردن را نباید فراموش کنیم. این بود صحبت پیش از ببخشید ایدانه من همراه شما. تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. پروردگار پیش و پیش عید را برایتان مبارک گرداند و هر عبادتی که انجام دادید پروردگار قبول کند و این چنین تمام دعاهای نیک شما را پروردگار در این روزهای مبارک اجابت گرداند و بهترین روزها را به سر مردم مسلمان، علل خصوص مردم عزیز کشور ما تاجیکستان بیاورد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.